اول میاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه. همچین موشکای بالستیکی تو میخوای تو این مملکت براندازی کنی، زد توی سر ارب مثل بزغاله جلوش زانو میزدن، انقلاب اسلامی براندازی کنی، دفنت میکنی تا دفعه دیگه. اینی که اینجا میبینید پاسدار حسن عباسیه، لات کوچه های خلوت، کارشناس امور قمپوز، فارغ التحصیل رشته هارت و پورت‌های راهبردی از دانشگاه شاسکولاباد. یعنی اینو تو سرش که میزنی شروع میکنه به اظهار فضل و لفظ قلم. بنال بینیم بابا. CIA با عروسک باربی اقتصاد مکنزی رو وارد بازار پولی ما کرده. آدام اسمیت به همراه پل نیومن و مراد برقی سه ضلع مثلثی هستند که مستطیل استوانه نظام رو در تنگنا قرار دارن. کاپیتالیسم اقتصادی در وجه آخرالزمانی خودش در پیوند با مکتب باد کلامبورد اندوز کلامبورد اقتصاد نفت محور رو وارد اقتصاد ما کردن. و حالا این سوال مطرحه که کمپرسیکیشن بورد چند ساله که مقام عظما فریاد میزنه که سپاه و بسیج رو وارد همه حوزه ها بکنید. اقتصاد، سیاست، سینما، فوتبال. اگه تیم ملی فوتبال دست بسیج باشه همه رو سوراخ میکنیم. دقیقا مثل مملکت که 40 سال دستمونه همه جا رو سوراخ کردیم. آقا جان خفه بمیر بابا. این پرت و پلاگویا یه قسمت از تخصصشه. کار اصلیش پاچه‌گیریه. وقتی هم که قاطی میکنه حسابی جوگیر میشه و شروع میکنه به واقهای راهبردی. آقای علوی وزیر اطلاعات، تو فکر کردی کی هستی توی این مملکت؟ تو یه تار سیبیل زیزی گلو دختر حاج قاسم سلیمانی هم نیستی. تو مشکلت با بچه‌های حزب اللهی چیه؟ گردن درازی میکنی؟ آقای روحانی بیا دامادتو از تو افق جمع کن. تو نه تربیت داری نه خانوادگی، میخوای جمهوری اسلامی رو اداره کنی. آقا اداره کنی یه بار دیگه جلوی مقام عظما زبون کلفتی کنی میدم بسیجی‌ها دندوناتو پاره کنن. به من میگن حسن عباسی پدر توهم فارسی، جقجقه حزب الله. من همونیم که میخواستم کاخ سفید رو حسینیه کنم، به جاش بیت مقام عظما رو کردم همون نمره. موشک های حسن تهرانی مقدم رو 100 تا فرستادم عین‌الاسد، اما دریغ از یه جسد اصلا معلوم نیست کجا رفته. ما همونی هستیم که تموم کدها و فرکانس‌های پهپادهای دشمن رو رصد میکنیم، اما تو رادارهای خودمون هواپیما رو موشک کروز ببینیم. ما همونی هستیم که 80 میلیون میخوان سرنگونمون کنن. حالا تو مگه سری هم مونده که بخوان نگونش کنن؟ آقای عظما شما مثلا سر این مملکتی، سرت با جسم ناقصت پنالتی میزنه. تکلیف ما رو روشن کن. بالاخره میخوای نرمش کنی، گرمش کنی، جمعش کنی، پهنش کنی. چی میخوای از جون این بچه حزب اللهیا؟ آقای مقام عظما شلمغز، من نمیدونم تو قبلا تو کازینوهای لاس وگاس ورق پخش میکردی که اینقدر دستت روونه همینجوری آس و دلو خوشگله رو میره برجام و FATF و پالرمو و اینستکس و کردی تو پاچه ما بسیجی‌ها و بچه حزب اللهیا که اصلا نفهمیدیم چی شد. آقای خمینی مردی که شلده است، این چه نظامی بود که پس انداختی؟ تازه میگفتی اقتصاد مال خره، الان 5 میلیون تومان میذاری جیبت میری بیرون با 5000 تومان برمیگردی خونه. مثل حماسه 8 سال دفاع مقدس شده، گردان میرفت نفر برمیگشت. سردرد گرفتیم دیگه. مردی که شلعق اینو ولش کنی تا یزیدم میره. برو بیرون.